چندی پیش در شهر نیتسه دولت فرانسه کنفرانسی سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس‌ها برگزار گردید که در قطار 120 دولت جهان پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی کردند. وابسته به این در مملکت ما برای دستگیری جامعه جهانی در سمت حفظ و نگهبانی اقیانوس‌های و پیریخ‌ها و آب آشامیدنی تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 12 ساله کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و نهادهای آن ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی جامعه شهروندی و دیگر جانبهای منفعت‌دار را برای محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به هم آورده است. گواه این تدبیرها برگزار گردیدن کنفرانس سطحی بلند در پایتخت وطنمان شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی پیریخ‌ها و تاجیکستان آخرهای ماه می سال جاری میزبان همایش اولین بین المللی اوید به حفظ پیریخ‌ها گردید. در حقیقت آب در برابر خاک، هوا، آتش یکی از 4 عنصر ازلی معجزه بزرگترین و ثروت بی‌بهاترین در کره زمین بوده موجودیت حیات بیاسفیر محض از وجود داشتن آب سرچشمه میگیرند. وابسته به نرسیدن آب آشامیدنی در کره زمین یک قطار پیشنهادهای سرور دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب جامعه جهانی دستگیری همه‌جانبه یافته. در برابر دیگر پیشنهادهای سرور تاجیکان مسئله تأسیس بنیاد بین المللی حفظ پیریخ‌ها هنوز 4 سپتامبر سال 2009 در فورم سیوم جهانی اوید به اقلیم در شهر ژنو و دکامبر سال 2009 در کنفرانس 15 جانبهای کنفرانسی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم در شهر کپنهاگن پیشنهاد و هم‌آوازی گرم و جوشان خود را یافته بود. در حقیقت در اصل یکی از مسائل مهمی که جامعه جهانی رو به تشویق آورده است این تغییریابی اقلیم و مشکلات اکولوژی اقلیمی به حساب می رود. با این مقصد سازمان ملل متحد با تشکیل کنفرانس بین المللی که در سنه 9 ایون سال 2025 در شهر نیتسه فرانسه تشکیل و برگزار کردند و در این کنفرانس زیاده از 15000 نمایندگان از 120 دولت دنیا و 70 تشکیلات بین المللی و همچنین از 50 دولت سران دولت حضور داشتند که باعث افتخار است که در این کنفرانس بین المللی پیشوای معظم ملت که یکی از تشبسگران اساسی حل مسئله های آب در سیاره به حساب می‌روند حضور داشتند و پیشوای ملت در برآمد تاکید کردند که امروز حفظ پیریخ‌ها و حفظ اقیانوس‌ها یکی از مسائل مهم به حساب می‌رود، زیرا اقیانوس‌ها که زیاده از 70% مساحت سیاره را در بر می‌گیرد منبع اساسی حیات به حساب می‌رود و در صورت حفظ کردن پس برای نسل آینده از سالمی نسل آینده زمینه مناسب خواهند گذاشت. دو مسئله حل طلب و مبرم امروزه کره ارض که تمام اهل سیاره را به تشویش آورده است تغییریابی گلوبالی اقلیم و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی میباشد. هر دوی این مسئله در مد نظر رهبریت عالی کشور قرار داشته اوید به حل این مسائل از منبرهای با نفوذ دنیا اقدام‌های نجیب را ارائه داشتند که این تشبس‌های عاقلانه از جانب تمام ممالک جهان معاصر دستگیری یافتند. تصدیق این گفته‌ها برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به شهر فراگیری میان مهلت هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا می باشد که سرور دولتی ما پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برآمدی پرمحتوا کرده دقت جامعه جهانی را نسبت حفظ پیریخ‌ها که اساس تامینات آب در روی جهانند جلب نمود. مسئله دیگری که پیشوای معظم ملت در برآمد خودشان اشاره کردند این مسئله حفظ پیریخ‌ها باز تکرارا ابراز نمودند که در صورت حفظ پیریخ‌ها ما با 10 سال‌های آینده و 100 سال‌های آینده در تامین آب تازه نوشابه میتوانیم مساعدت نماییم و در جمله تاجیکستان که 60% اساسی آب تازه از حساب پیریخ‌ها تشکیل می‌دهد در این نقطه پیشوای معظم ملت اشاره کردند. برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی باعث افتخار و خوشنودی است که قطعنامه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 محض از جانب سرور دولت تاجیکان صورت گرفته با زبان ناب تاجیکی از آن منبر بلند ارائه فکر و اندیشه کردند. سرور دولت سبب‌های این مسائل را در رابطه با افزایش پیوسته اهالی در کره زمین، تغییریابی اقلیم، آفت‌های طبیعی، نارسایی آب را از آبشوی با صورت پیریخ‌ها در نتیجه گرمشوی گلوبالی معنی داد کردند. لازم به قید است که از طرف سازمان ملل متحد کنونسیون مخصوص درباره حقوق بحر قبول گردیده است که این را در سراسر دنیا همچون کنسوسیای اقیانوس‌ها و کنسوسیای بحرها می‌حسابند و در این کنونسیون تمام شرط‌های اساسی حفظ بحر اقیانوس‌ها درج گردیده است. هرچند که جمهوری تاجیکستان با اقیانوس‌ها معنی سرحد خاص ندارد، نوبسته از این در حفظ اقیانوس و تامین محیط زیستی سالم و پیشگیری تغییریابی اقلیم سهمی ارزنده خود را می‌گذارد.
سرور دولت پیرک‌ها ذخیره اساسی آب صاف ارزیابی کرده اصرار داشتند که آبشوی با سرعت آنها در برابر زیادشوی استعمال آب که با افزایش اهالی و رشد اقتصادیات وابستگی دارد میتواند به عاقبت‌های بغایت منفی آورده رساند. امروز مردم سربلند تاجیک از اعلان گردیدن 21 مارس همچون روز بین المللی حفظ پیرک‌ها و سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرک‌ها که تشبس‌های نوبتی سرور دولت تاجیکان از افتخار نموده در هر یک تشکیلات و مؤسسه اداره کارخانه مؤسسه‌های تعلیمی و فرهنگی نقشه چوربینی‌ها تعرضی گردیده مقصد و ماهیت این تشبس‌های سطح جهانی آموزانیده می‌شوند. این نوبت سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آب را وظیفه تمام کشورهای جهان معنی داد کرده تاکید داشتند که تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و به راه ماندن همکاری‌های دستجمعانه میتوان آب و اقیانوس‌ها را حفظ کرد. همزمان پیشنهاد نمودند که برای حفظ اکوسیستم ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکل منبع‌های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی و حجم مبلغ‌گذاری‌ها افزون کرده شوند. حسن زاده گلیزاد، دلیر شریف، منوچهری عمر، اخبار.